بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعا بفرمایید الله سبحانه و تعالی قبولیت را نصیب بفرمایند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آیتی بسیار بزرگی خوانده شد. نیاز است که کمی در کنار این آیت توقف بکنیم. الله سبحانه و تعالی به بندگانش چه میگوید؟ این آیت را همیشه میخوانیم و همیشه میشنویم، اما بسیار کم مردم در مورد این آیت فکر میکنند. این آیه را علما نامیده اند ارجل آیه فی القرآن. امیدوار کننده ترین آیتی که در قرآن است همین آیت است. الله سبحانه و تعالی میگوید قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله. کلمه یا، حرف یا در لغت عربی حرف نداست. عبادی مناداست و اما منادی الله سبحانه و تعالی است. او غنی است و بی نیاز است و ما فقیر هستیم و نیازمند. ببینین ذات غنی به فقرا صدا میزند یا عبادی الذین اسرفوا. اسرفوا یعنی چی؟ یعنی کسانی که از حد تجاوز کردند. بندگانم، کسانی که از حد تجاوز کردند با گناه و خطا و معاصی. جالب است وقتی بشر در مقابل بشر گناه یا خطا مرتکب بشود او را صدا نمیزند، اما ذات غنی و بینیاز بنده های گناهکارش را اینجا صدا میزند. آن هم با چه روش نرم و ملائم و بسیار مهربانانه مشفقانه الله سبحانه و تعالی صدا میزند بندگانش. یا عبادی، نمیگوید یا زانی، یا مجرم، ای چشم چران، ای گناهکار، ای شراب خور. اینطور نمیگوید، میگوید یا عبادی، ای بندگانم. با روش بسیار مهربانانه مشفقانه، با روش نرم، با یک روش بسیار نرم و مشفقانه صدا میزند که ما به سوی توبه برگردیم و به سوی توبه روی بیاوریم. ببینین چطور الله سبحانه و تعالی با ما سخن میگوید. قل یا عبادی الذین اسرفوا. جوانان توجه بکنن. قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم. ای بندگانم، کسانی که ظلم کردین بر جانهایتان، کسانی که از حد تجاوز کردین. ببینین فضا را چه قسم آماده می کند. تمام بندگانش او را متوجه خود می کند که ببینند الله چی می خواهد. رخ سخن را الله سبحانه و تعالی با گناهکاران شروع می کند. رخ سخن با گناهکاران است. همه منتظرند که الله چی میگوید وقتی میگوید یا عبادی، بندگانم، الذین اسرفوا، آنانی که از حد تجاوز کردن با گناه و خطا. همه متوجه شدن الان الله چی میخواهد بگوید. الله چی میگوید؟ لا تقنطوا من رحمت الله.
ناامید نباشین از رحمت های الله سبحانه و تعالی. موسفیدها لا تقنطوا من رحمت الله. جوانان لا تقنطوا من رحمت الله. سیاسرها لا تقنطوا من رحمت الله. مریضها، قرضدارها، بی اولادها لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت های الله سبحانه و تعالی ناامید نباشید. گناهکاران، خطاکاران، مساکین، فقرا، هر آن کس که این صدا را میشنود لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت های الله ناامید نباشید. بعد به طور خاص گناهکاران را مژده میدهد. چه زیبا، کما که فکر میخواهد این آیت. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله تمام گناهان را میبخشد. لا تقنطوا، ناامید نباشید. به این معنا نیست که دیگه در خانه بنشینین، بله چون الله گفته است ناامید نباشین دیگه در خانه بنشینید و بیغم باشید. لا تقنطوا، ناامید نباشید، بلکه بشتابید به سوی توبه کنین. و شرایط توبه را شما میدانین که 4 چیز است. اول اینکه از گناه دست کشیدن، 2 پشیمان شدن، 3 تصمیم و اراده قوی داشتن به سوی اینکه من دیگه به گناه بر نمیگردم، 4 اگر حقی کسی را تلف کرده باشد حقش را دادن و یا حلالیت طلب نمودن. توبه قبل از بیرون شدن روح باشد، طوری نباشد که وقتی که علائم سکرات مرگ ظاهر شود بعد آن وقت شما میگی من الان توبه میکنم. توبه قبل از برآمدن روح باشد، قبل از بیرون شدن آفتاب از مغرب باشد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله تمام گناهان را میبخشد. تصویری از گناهانتان الان پیش رویتان میآید. بعد با خود میگویید ای الله مرا مغفرت میکند، ای الله از من میگذرد، ای فلان گناه مرا میبخشد، ای الله زندگی مرا تغییر میدهد، ای الله مرا قبول میکند، ای الله این همه گناهان مرا میبخشد. جواب میآید از جانب رب العالمین ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله تمام گناهان را میبخشد. ذنوب کلمه جمع است، صیغه مبالغه است. نگفته است ذنب یک گناه، بلکه گفته است ذنوب یعنی تمام گناهان. تأکید بیشتر جمیعا، تمام گناهانتان را الله سبحانه و تعالی میبخشد. پیام است برای همه کسایی که این پیام را میشنوند و به وعده های رب العالمین ایمان دارند و به دعوت رب العالمین لبیک میگویند و روی به طرف توبه میآورند و میشتابند به سوی توبه کردن. الله غفور است، الله کریم است، الله رحیم است. رحمتهایش همه چیز را در بر گرفته است. خودش در کلامش اعلان میکند رحمتی و رحمتی وسعت کل شیء، رحمتم همه چیز را فرا گرفته است. کل شیء، ایا من و تو از همین شیء نیستیم؟ ایا از شیء کمتر باشیم؟ الله میگوید رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را در بر گرفته است. الله من و شما را از همان شیء بگرداند که مشمول رحمت های رب العالمین است. یکی از علما میگوید ما چقدر زیاد گناه کرده ایم اما ما را رسوا نکرده است. گناهان زیادی مرتکب شده ایم اما رب العالمین رسوای من نکرده است. الله قبل از اینکه ما را صدا بزند اول پرده پوشی کرده است، اول به گناهان من و شما پرده انداخته است، عیبهای ما را پوشانده است، گناهان ما را پوشانده است. اول پرده پوشی کرده بعد صدا میزند یا عبادی، ای بندگانم، بعد گناهان ما را میبخشد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله گناهان را میبخشد، همه گناهان را. بعد به توبه من و شما خوشحال می شود، بعد من و شما را دوست می دارد، بعد گناهان من را تبدیل به حسنات می کند. ما اکرمک یا الله، سبحانک، چقدر الله سبحانه و تعالی زیاد دوست داشتنی است. او کریم است و او خود را کریم معرفی می کند. هیچ نیازی به بندگانش ندارد. الله هیچ نیازی به مخلوق ندارد. الله هیچ نیازی به من و شما ندارد. او غنی است و ما فقرا. او بردگانش را صدا میزند، او غلامانش را صدا میزند، او مخلوقش را صدا میزند، او بردگانش را، بندهایش را صدا میزند. و قبل از صدا زدن
پرده پوشی می کند و رسوای من نمی کند. بعد صدا می زند قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت های من ناامید نباشین، از رحمت های الله ناامید نباشین. در سوره نساء الله می فرمایند والله یرید ان یتوب علیکم، الله با لطف و کرمش و با رحمت هایش به سوی شما برگردیده تا توبه شما را قبول بکند. لذا عزیزان توبه یک زمان خاصی ندارد، یک ساعتی خاصی ندارد. هر لحظه می تواند وقت توبه باشد که ما به رب العالمین برگردیم. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. چه زیبا الله میگوید فرار کنین به سوی الله، به سوی الله فرار کنین که من از جانب او برای شما بیم دهنده آشکار هستم. همه ما باید از عذاب الهی، از گرفت رب العالمین، از قهر و غضب پروردگار من باید برگردیم به سوی الله، باید بگریزیم به سوی الله. ففروا الی الله، چون او به تمام عالم احاطه دارد. وقتی گناه میکنید کجا میخواهید بگریزید؟ و وقتی خطا میکنید کجا میخواهید فرار بکنید؟ به کدام سو میخواهید بروید؟ چه زیبا گفته است، بار بار ما عرض کردم، فضیل بن عیاض میگوید فرار را به سوی الله سبحانه و تعالی از یک کودک یاد گرفتم. به طرف مسجد میرفتم، از داخل یک خانه غالمغال یک زنی را شنیدم که بچه خود را میزد و بچه فریاد میزد و گریه میکرد. دیدم که دروازه باز شد و این بچه خردسال و طفل گریخت. مادرش هم دروازه را از پشت او بسته کرد. فضیل میگوید بچه را دیدم که بعد از اینکه کم گریه کرد راست و چپ خود را نگاه کرد، در این فکر بود که کجا برود، اما جایی به ذهنش نرسید. برگشت به خانه که پیش مادر برود، دید دروازه بسته است. آخر خسته می شود، سرش را بر چارچوب دروازه می ماند و همانجا او را خواب می برد. چهرش خاکالود می شود، غبارالود می شود. بعد از لحظاتی مادر دروازه را باز می کند. فرزند خردسالش را می بیند که بر چارچوب دروازه در سرش را مانده است و آن زیر خاک‌ها افتاده است و بر بالای خاک‌ها افتاده است. مادر مشفق است، خود را بر بالای فرزندش می اندازد. میگوید کجا از پیشم میگریزید؟ چه کسی غیر از من تو را پناه میدهد؟ آیا نگفته بودم که گپهای مرا قبول کن؟ آیا نگفتم که گپهای مرا گوش کن؟ کجا میروید از پیش من؟ حضرت فضیل رحمه الله گریه میکند تا جایی که ریشش تر میشود به اشکهایش. بعد میفرمایند سبحان الله لو صبر العبد على باب الله عز وجل فتح الله له. سبحان الله، اگر کسی به دروازه رب العالمین صبر بکند الله دروازه اش را باز میکند. حتما بار بار وقتی که دروازه رب العالمین زده می شود رب العالمین دروازه اش را باز میکنند. عزیزان، به عبادت خود ننازید، دنبال عیبهای مردم نباشید، دنبال عیبهای مردم نباشید. سعدی علیه الرحمه میگوید یک مرتبه با پدرم تهجد خواندم، نماز خواندم. بعد چند نفر دیگر هم آمده بودند در مسجد نماز میخواندند. پشت سر خود نگاه کردم، همه خواب هستند. ما گفتم اینا را ببین، اینا برای خواب کردن آمدن یا برای نماز خواندن آمدن؟ سعدی علیه الرحمه فرمودند که پدرم برایم گفت که کاش که تو هم میخوابیدید، اما به عبادتت غره نمیشدید، اما به عبادتت فریب نمیخوردید. این که میگویید عیبهای دیگران را میبینید و به عبادت خود مغرور هستید، این بسیار زشت است و بسیار یک عیب کلان است که در تو وجود دارد. لذا همه من و شما باید متوجه رب العالمین بشویم و به پروردگار من متوجه باشیم که رب العالمین از ما چی میخواهد. هر ساعت شب و روز باشد اگر ما توبه بکنیم دروازه های رب العالمین باز است. چنان گاهی برای رزق روزی و اهل و اولاد خود پریشان میشویم، گویا که ما روزی رسان آنها هستیم. گاهی اوقات دیده این بعضی بسیار پریشان میشوند، ناراحتن. میگوییم چه گپ است؟ میگوید امیر رزق روزی اولادهای ما چه قسم میشود؟ مثل این که گویا که ما روزی رسان اولادهای من هستیم. اشتباه میکنیم. من یک داستان را خدمت شما عرض میکنم که بسیار وسیع و عمیق است. هر باری که این را من میخوانم و یا اینکه در موردش فکر میکنم مرا متوجه مرحله جدیدی میگرداند و فکرم به جاهای دیگه میرود. عجیب و غریب چیزهایی در ذهنم میآید.
زمانی که منصور به خلافت رسید یکی از بزرگان پیش او رفت. منصور به او میگوید مرا وعظ کن، نصیحت کن. گفت ای منصور، ای خلیفه، آیا تو را به آنچه که من دیده ام وصیت بکنم و نصیحت بکنم و وعظ بکنم، یا آنچه که شنیده ام وعظ بکنم و نصیحت بکنم تو را؟ گفت نه خیر، آنچه که خودت دیده اید، با چشمانت دیده اید. تو عالم هستید، مرا به آنچه که دیده اید با چشمانت، به همان چیز مرا وعظ کن. فرمود ای امیر المؤمنین، حضرت عمر بن عبدالعزیز 11 فرزند داشت. میراثی که برای این 11 فرزند از خود باقی ماند 18 دینار بود. با 5 دینار برایشان کفن گرفتن، بر 4 دینار دیگر برایشان قبر گرفتن، قبرکن را آوردن، قبر را برایش کنده کردن. 4 دینار برای قبر، 5 دینار برای کفن. این خود جریان فرزندان عمر بن عبدالعزیز شد که برای آنها فقط 18 درهم از میراث پدر مانده بود. اما هشام بن عبدالملک او هم 11 فرزند داشت که از میراث پدرشان برای هر کدام 1 میلیون دینار رسید. این داستان یک پیام عمیق دارد برای همه شمایی که الان پریشان هستید. میگید هشام بن عبدالملک هم 11 فرزند داشت، اما برای هر کدام آنها 1 میلیون دینار رسید به میراث. اما این میگوید من فقط در یک روز دیدم یکی از فرزندان عمر بن عبدالعزیز در یک روز 100 اسپرا در راه الله خیرات کرد، در حالی که میراثی که از پدر به آنها رسیده بود فقط 18 دینار بود است. اما در همان روز دیدم یکی از فرزندان هشام بن عبدالملک را که در بازار گدایی میکرد، در حالی که از پدرش 1 میلیون دینار برای آنها رسیده بودند. ما گاهی اوقات نگاه نمی کنیم دور از رویتان، حلال باشد یا حرام باشد، مقصد فرزندان ما گشنه نمانند. مثل این که ما معبود فرزندانمان هستیم، ما رازق و خالق آنها هستیم. والله او از خود رازق دارند، از خود خالق دارند. موسفیدی را میبینید شب وقتی که فرزندانش از کار بر میگردند، با هر کدامشان از جدا جدا حساب و کتاب میگیرد. امروز چقدر معامله کردین، امروز چقدر فایده کردین، چی آوردین در خانه، تو چه کار دارید با او؟ بماننش، به خاطر الله بمان و کارشان را بکنند. تو الان در فکر آخرت باش. متوجهشان کن که دست به حرام نزنن، متوجهشان کن که لقمه حرام را به استرخان نیاورند که تا تو بخورید. وارا به حلال خوری عادت بتی و تربیت کن، دیگه وارا واگذار کن. دعاگو باش برایشان، پریشان نباش، دعاگو باش برایشان. مردم از عمر بن عبدالعزیز پرسان کردن در حالت مرگش که چی چیزی برای اولادهایتان گذاشتین؟ گفتن عمر شما اولادهایی دارین زیاد، 11 تا فرزند داشت، خب برای هم چیزی از میراثت باقی بماند خوب است. فرمود من برای اینها تقوا را به میراث ماندم، من برای اینها تقوا را به میراث ماندم. اگر فرزندانم صالحین و نیکان باشد پس الله برای او کارساز است، ولی اگر فرزندانم ناصالح باشند من پیسه را برای او نمیمانم که بعد از به پیسه ما خدا نخواستم او را تقویت بکنم به نافرمانی الله سبحانه و تعالی. اینا اینقدر خاطر جمع بودن، اینا ایمان داشتن، یقین داشتن بر الله سبحانه و تعالی. بسیاری از مردم تلاش میکنن که آینده اولادهایشان را خوب بکنن. ما رد نمیکنیم، نمیگوییم که کسی آینده اولادهای خود را خوب نکند، در فکر اولادهایش نباشد. شک نیست اینکه بعد از مرگتان اولادهایتان غنی باقی بماند بهتر است از اینکه فقیر باقی بمانند. اما راهش این نیست که از هر راه حلال و حرام مقصد یک چیزی را میآورید و در استرخان میاندازید و میگویید که اینها گشنه باقی نمانند. در حال او از خود معبودی دارند، از خود خالقی دارند، از خود رازقی دارند. باید بیشتر شما تلاش بکنین که اولادهایتان را به یک راه صحیح تربیت بکنین، به یک اخلاق صحیح تربیت بکنین، به یک انسانیت تربیت بکنین. این از همه مهم است. انسانیت از همه مهم است. اینکه به تقوا آنها را تربیت بکنین، به خدا ترسی آنها را تربیت بکنین. از همه مهمتر عزیزان توصیه میکنم به همه شما، بالاخص به موسفیدا، به حاجی صاحبا، به بزرگان، که فرزندانتان را به حلال خوری تربیت بکنین،
به حلال خوری تربیت بکنین. حلال خوری. دکاندار را میبینیم دستش کج است، کاریگر و مزدورکار را میبینیم دستش کج است، تاجر را میبینیم دستش کج است. آنچه را میآورد که به ضرر ملت است، آنچه را به خورد ملت میدهند که به ضرر ملت است، میگه فایده نمی کند. اگه ما اینطور نکنیم که فایده نمی کنم. اخلاص دیده نمی شود. والله اخلاص گاهی اوقات نمیگویم، حکم کلی نمی کنم، اما میگویم که آنچه که ما دیده ایم بسیاری ها را نمیگویم، همه بسیاری ها را، کارگر را میبینی که در کارش اخلاص ندارد، مزدورکار را میبینید که در کارش اخلاص ندارد. فقط چشم شما اوسو شد، بعد ببین که او چی میکند. بعد این لقمه نان را میبرد به خانهش. تاجر را میبینید در کارش اخلاص نیست. دکاندار را میبینید که در کارش اخلاص نیست. آیا 2 کیلو میوه میگیرید، چشمت او طرف شود، بعد میبینید که یک چیزی برای داده است که از خوردن نیست، بعد این لقمه نان را به خانه میبرد. ای وای بر شما، این چه قسم تربیت است؟ بزرگان هستند که اولادهایشان را باید تربیت بکنن، به حلال خوری تربیتشان کنین. ناامید نباشین از رحمتهای رب العالمین. الله دروازه رزق و روزی را باز میکنند. کم باشد ولی برکتش را بگیر، به کمی نگاه نکن که کم است، برکتش را ببین. الله سبحانه و تعالی برکت را نازل میفرمایند که ای اوقات بسیار فایده میکنید. به محض اینکه به خانه میایین، بعد یک مریض پیدا میشود، همه اینها میرود، فایده یک ماه دیگه تان میرود، فایده یک سال تان هم میرود در یک لحظه با یک مریض. لذا عزیزان توجه داشته باشین که اولادهای من را با حلال خوری تربیت بکنیم. عزیزان الله سبحانه و تعالی در مقابل 4 عمل 4 وعده را داده است. یک، اگر شکر به جای آوریم، وعده پروردگار است لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر را به جای بیاورین و شکرگزار باشین، لازیدنکم، ما اضافه میکنم. اما یک چیزی را میگویم خفه نشوین، ما همه ما ناشاکر هستیم. از هر کدام ما پرسان بکنین الحمدلله سر زبانش نیست، فقط از زندگی شکایت میکند، از کارش شکایت میکند، از اولادهایش شکایت میکند، از زندگی شکایت میکند، از همسایه شکایت میکند. هیچ شکرگزار نیست. فکر میکند فقط خودش خوب است و همه بدند، حالی که الله میگوید لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکرگزار باشین من اضافه میکنم. 2، اگر ذکر کنیم وعده رب العالمین است فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنین که من شما را یاد بکنم. این وعده پروردگار است. آیا میخواهید که الله نزد خود شما را یاد بکند؟ شما وقتی که او را یاد میکنید، او شما را در یک جمعی بهتر از این جماعتی که شما او را یاد کردین شما را یاد میکند. چه کسی دوست ندارد؟ آگاهی اوقات یک پادشاهی وزیری از شما یاد میکند در یک مجلسی، بعد خبر به شما میرسد که فلانی شما را فلان پادشاه یاد کرد. سبحان الله، در لباسهایت نمی گنجید. وزیر صاحب مرا یاد کرد در فلان مجلس. بله از شما ذکر خیر کرد. چقدر خوشحال میشوید. الله میگوید فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنین من شما را یاد میکنم. در حالی که فرصت برای یاد کردن داریم اما وقت ما ضایع تیر میشود. از همینجا برمیگردیم به خانه های من باید ذکر بکنیم، برمیگردیم به مسجد باید ذکر بکنیم، در محل کار باید ذکر، در محل تردد و رفت آمد به شهر میروین ذکر. الله سبحانه و تعالی را باید دائم یاد بکنیم. سومین که در مورد استغفار وعده داده است و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. الله او را عذاب نمیده اگر او استغفار بکنن. بسیار جالب است. یعنی وقتی که بنده دائم بر سر زبانش استغفار باشد، استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه، استغفر الله استغفر الله، معنایش حضور ذهن باشد. یعنی الله مرا ببخش فلان گناهی که مرتکب شدم در ذهنت میآید، الله مرا ببخش فلان گناه، یکی از این گناهان در ذهنتان خطور میکند و شما استغفار میکنین، به وعده رب العالمین شما از عذاب رب العالمین در امان هستین. شما از عذاب رب العالمین در امان هستین. 4، در مورد دعا وعده داده است ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانین من اجابت میکنم دعای شما را. شما دعا بکنین من اجابت میکنم. این وعده رب العالمین است. ادعونی استجب لکم.
اوجا فرمود یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اینجا میگوید ادعونی استجب لكم، مرا بخوانید من اجابت میکنم. چه کسی از الله راست گوتر است؟ وقتی الله میگوید مرا بخوانید من اجابت میکنم. بسیاری هم میگوین ما دعا کردیم اجابت نشده است. امکان ندارد که الله دعایتان را اجابت نکرده باشد و الله دعایتان را اجابت نکند. یا در همین دنیا دعایتان را اجابت میکند، یا از آنچه که از الله خواستید بهترش را به شما میدهد، یا در عوض آن یک پیشروی یک بلا را میگیرد، یک بلا را. ولی تو دعا کن، پیشروی یک بلای دیگری را میگیرد که تو خبر ندارید. بلای مصیبتی که در کمین شماست پیشروی او را الله سبحانه و تعالی میگیرد به سبب همین دعایی که کرده اید. و یا اینکه در آخرت برای شما این دعایتان را میدهد. حتما این 4 اتفاق رخ میده، چون او گفته است ادعونی استجب لكم، مرا بخوانین من دعای شما را اجابت میکنم. خب به شرطی که باور و یقین داشته باشید، بدگمان نباش بر رب العالمین. فکر نکن اگر من دعا بکنم پروردگار دعای مرا قبول خواهد کرد یا خیر. نه، اینطور فکر نکنید. ادعونی استجب لكم، مرا بخوانین من اجابت میکنم دعای شما را. و 4 جای دیگر الله سبحانه و تعالی میگوید، یکی اینکه لا تقنطوا، ناامید نباشید. 2 لا تهینوا، سستی نکنید. لا تحزنوا، غمگین مشوید. 4 لا تیأسوا، مایوس نباشید. جالب است، در این 4 جا باز فرمان میدهد ناامید نباشید، سستی نکنید، غمگین مشوید، مایوس نباشید. اینجا 4 چیزی دیگر را الله سبحانه و تعالی دستور میدهد به بندهایش، فرمان میدهد به بندهایش که متوجه باشین بندهایم. پس امیدوار باشیم و از سعی و تلاش خسته نشویم و ما نمیدانیم که کدام عمل من و شما را به جنت میبرد. عزیزان این یک نکته را توجه بکنین، بسیار مهم است. ما نمیدانیم کدام عمل من و شما را به جنت میبرد، این را نمیفهمیم. کدام عمل؟ صدقه ای که میتیم او را ناچیز فکر میکنیم، یک صدقه اندکی شاید همین سبب رفتن ما به جنت شود. یا اینکه لبخندی را میزنیم پیش یک مسلمانی، یک دل شکسته ای یک لبخندی را میزنیم. لبخند چیزی بسیار ساده است، نه؟ شاید همین لبخند من و شما سبب داخل شدن من و شما به بهشت شود. والله شاید همین لبخند. و کمک کردن، با یک مسلمان کمک میکنین، راه را نشان میتین، یک راه را نشان میتین، یک کسی را از دست میگیرین، به نوعی یک کسی نیازمند است به کمک شما او را کمک رسانی میکنین، فقط الله ای را میبیند. شاید همین سبب داخل شدن شما به بهشت شود. شما چه میدانید؟ یک داستانی جالبی را شنیدم مدتی پیش. کسی خواب میبیند، یک تاجر خواب میبیند که همین فلانی را شما با عمره با خود ببرین، فلانی را با عمره با خود ببرین. بعد میگه دیوالی را میبینم که در دیوال نمبرش نوشته شده است، نمبر تلفنش نوشته شده است. این داستان عجیب است و از یک انسانی که بسیار موثق، یعنی مورد اعتماد بوده است، این را شنیدم. بعد میگوین که بعد ما با خود فکر کردم که شاید این یک خوابی باشد، همینطور ما زیاد توجه نکردم، او نمبر هم زیاد به خاطرم نسپردم دیگه. ما گفتم این خوابی است. مرتبه روز دوم خواب میبینم که نامش را میگیرد، این فلانی را، این نمبرش است، این را با عمره ببر به همراه خودت. ایشان خودش عازم عمره بود و در حالی که تصمیم داشتن که به عمره بروند، گفتن که من این خواب را میدیدم. بازم زیاد توجه نکردم. مرتبه سوم دیدم، باز همین خواب را میبینم، نمبر را میبینم که بالای دیوار نوشته شده است و یک کسی مرا میگوید که این را به عمره ببر به همراه خود. بسیار میگوید تعجب کردم. پیش یکی از علما رفتم، گفتم همینطور خواب را 3 مرتبه میشه و میبینم، چه قسم باشد؟ گفت خوب است، نمبر یادت است؟ گفت بله نمبر یادم هست. نامش چی بود است؟ فلانی. گفت خوب است یک تماس بگیر. من گفت که خوب است یک تماس بگیر ببین. بعد میگه من تماس گرفتم، یک نفری گوشی را گرفت،
ما گفتم که شما کجا تشریف دارین، من میخواهم امرای شما ملاقات بکنم. آدرس داد، گفت من فلان جای هستم. اون تعجب کرد، خودشم حیران شد که گپ چی باشد. میگوین که من رفتم پیشش، دروازه را زدم. وقتی که دروازه را باز کردم من با خود فکر کردم که حتما یک انسانی مفلوج است که دست و پایش را از دست داده است و فلج است و خدا میداند که یک انسان محتاج و درمانده است. شاید چنین انسانی باشد، لذا الله سبحانه و تعالی الهام کرد و این راهنمایی را مرا کرد که این را با خود به عمره ببر. میگه دروازه را که باز کرد، یک انسان عادی بود، سر پای خود ایستاده بود، هم به ظاهر بسیار آدم صالح معلوم میشد. من گفتم که نام شما فلانی هست؟ گفت بله نام من فلانی است. گفتم این نمبر از شماست؟ گفت بله این نمبر از ماست. گفتم برادرم، نمیخوام شما را یا بترسانم یا شما را اذیت بکنم یا اینکه چیزی دروغ به شما بگویم. 3 مرتبه میشود من خواب میبینم که مرا کسی میگوید که فلانی را با خود به عمره ببر. من نمیدانم جریان چیست. من آمده ام و در خدمت شما هستم که به خاطر که به این خواب خود عمل بکنم شما را من تصمیم دارم که با خودم به عمره ببرم. من نمیدانم شما چه کسی هستید و نمیخواهم که بدانم، لازم نیست. من خوابی را دیدم و میخواهم که عملی بکنم. خوشحال شد، گفت الله در زندگیت برکات را بیاورد، خوب است، ما حاضر میشوم. مدارک گرفتیم و تنظیم کردیم تا اینکه روز رفتن فرا رسید و حرکت کردیم به سرزمین حرمین شریفین. میفرمایند احرام را بسته کردن، بعد از اینکه 7 طواف را به جای آوردن، بسیار باوقار. خب شما میدانین بعد عمره ادا شد، سعی صفا و مروه صورت گرفت، آب زمزم را خوردیم. بعد مرا گفت الان اجازه است من 1-2 رکعت نماز بخوانم؟ گفتم خوب است. 2 رکعت نماز را پشت سر مقام ابراهیم خان رو به طرف کعبه. ما پشت سرش نشستم، او در پیش روی ما قرار دارد. رکعت اول را بسیار مطمئنانه و بسیار باوقار خواند. رکعت دوم را هم خواند. در سجده اخیر دیدم که سرش را از سجده بلند نمی کند. بعد از چند دقیقه‌ای که تکان دادم دیدم که افتاد. این جای به جای نفسش را در همان سجده داده بود به الله سبحانه و تعالی. بسیار تعجب کردم که چه قسم جریان بوده است. بعد میگوید خب بعد از کفن و دفن و مراسم که ادا شد رفتم به خانوادش، گفتم جریان چه بوده است؟ گفت که ما خود دیگه گفت نداریم، ولی یک همسایه داریم که یک زنی که بیوه شده است و فرزندان یتیم و اولادهای یتیم دارد. این شوهر ما هیچ وقت نان که تیار میشد خودش نمیخورد، میداد به این بیوه میداد. گفت اول اینا بخورن باز ما میخوریم. و وقتی که نان پیش این بیوه میبرد او میگفت که الله خاتمه را بخیر بکند، الله تو را خاتمه بخیر بکند، الله تو را خاتمه بخیر بکند. میگوید همین چیز است، والله دیگه چیزی در زندگی ما نیست. سبحان الله. عرض میکردم گاهی اوقات یک کاری که شما هیچ به ارزش قائل نیستید، همان کار گاهی اوقات سبب داخل شدن شما به جنت میشود. حتی با یک برخوردی که با پیشانی باز با کسی میکنید شاید همین سبب داخل شدن شما به بهشت بشود. دعا بفرمایید الله سبحانه و تعالی به همه من و شما توفیق عمل کردن را عنایت بفرمایند. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد وعلى